این کیه وقت نهار؟ بروز یه گاز بده بلند شو برو در واکن. این کیسه برنج افتادی رو زمین. لا اله الا الله. کیه؟ رحمت آقای من، پسر من در بزن، داری میای؟ آبجی جان این دوربین کار گوشتی رو خونه من. چرا؟ آخه آدم اینقدر ابن بخت قد سفره رو پهن میکنیم این باید پیداش بشه. به خاطر من اومده داداش. یه لقمه غذا دیگه میخوره دیگه کنار تو، چیزی نیست که. چه بوی غذایی هم میاد. بفرمایید. سلام داداش. یواش. خوبی؟ سلامت باشی. چیه داداش تصادف کردی؟ نه دیشب تاریک بود توی چاله داغون افتادم اینجوری شدم. دروغ میگه، رحمانراهیم زدنش. اینو از کجا در آوردی؟ بهتاش گفتم. آقا این دوتا داداش تو رو زیاد خودک نمیزنن؟ همش درگیریم دیگه داداش سر ارث و میراث. ارث میراث چیه؟ خدا رحم کرد پدر شما مثل پدر ما ارث میراث نداشت. چی میگی؟ دروغ میگه، صبح تو جیب رحمان تریاک پیدا کرده دعواشون شده. تریاک میکشن؟ دوتاییش. تفریحی. دروغ میگه دوتاش. بس دیگه دروغ میگه رو انداخته. این فوزیلیا به تو مربوط نیست. مشقته بنویس. سارا نیکا همه این غذا رو بگیریم بیارین دیگه. این کدوم گشنه یه دوباره پیدا شد؟ بروز بلند شو مثل مار عفی فشفش نکن، بلند شو. رفت